بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسلك منهجهم إلى يوم الدين. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله ثم الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه و عظیم سلطانه. حمد و ثنا و صفت برای الله سبحانه و تعالی میفرستیم که باز هم برای ما و شما فرصت عمر داد و توفیق هدایت نصیب کرد که در درس از درس‌های عقیده اشتراک بکنیم. دوستای عزیز، این کتابی را که من با همراه شما فعلا درس میتم و میخوانم، این کتابی هست که تا سبب درست شدن عقیده خودم شد. وقتی که خودم امی درس‌های عقیده در قرآن و سنت شروع کردم، بسیاری مشکلات اعتقادی که خودم داشتم، بعضی مشکلاتی که بدعت ها بود و بعضی مسائل در ذهن ما بود، به شکل تقلیدی بر ما میخواستم مانده بود و نمیفهمیدیم. بسیاری از این مسائل متوجه شدیم و بالاخره الحمدلله اساسات عقیده توحید فهمیدیم. از این خاطر من زیادتر اصرارم دمی هست که ما و شما کتاب عقیده در قرآن و سنت بخوانیم و ایره از اونمو نخبه های علمای اسلام که از قرآن و سنت استنباطات کرده. آیات قرآنی هست، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اجماع امت اسلام است و مفسرین کرام، فقهای اسلام و دیگر علمای اسلام، علمای عقیده که در این راستا کار کردن. خلاصه از اینا را ما در این کتاب جمع کردیم و اصلا هدف خودم بود که خودم اصلاح شوم، چون خودم بسیاری مشکلات داشتم. با وجود از اینکه مثلا دارالعلوم عربی کابل خوانده بودم، با وجود از اینکه فاکولته شرایط خوانده بودم، با وجود از اینکه در کشور عربی مثلا 7 سال تحصیل کرده بودم، شهادتنامه در دعوت حاصل کردم، در دراسات اسلامیه و لغت العربیه شهادتنامه حاصل کردم، حتی در فقه و قانون از فاکولته شرایط ماستری حاصل کردم. با وجود این تمام این شهادتنامه و درس‌ها بسیار مشکلات اعتقادی داشتم و علتش بود که در این مناهج اکثرا موضوعات اعتقادی بسیار مهم و یکی از این موضوعات همین موضوعی است که فعلا ما و شما در چند هفته میخوانیم، موضوع نواقض ایمان است. و در هفته گذشته ما و شما شروع کردیم که از نواقض ایمان یکی شرک است. چرا الله سبحانه و تعالی میگه که لئن اشرکت لیحبطن عملک. شما سعی کنید چقدر سخت در این راستا گفته شده هست. اصلا ببینید قرآن خطاب است بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم موحد است و پیغمبر است و معصوم است. لکن خطاب قرآن برای ما هست، برای ما هست. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب میشه چون بالایش وحی شده هست، لکن چون این رسول معصوم است و رسول هست که از طرف الله برش علم داده شده، توحید داده شده، الرحمن و علم القرآن و استاد از این 23 سال جبریل امین علیه السلام بود. این حال برای ما این قرآن خطاب میکنه. ما و شما وقتی که آیات قرآن میخوانیم اصلا خطاب برای خود ما هست، اول برای ما هست. هر کسی که قرآن تلاوت میکنه الله میگه لئن اشرکت، اگر با ما چیزی را شریک بسازی در 6 چیز، در ذات الله، در صفات الله، در افعال الله، در عبادت الله، در نامهای الله و در اطاعت از شریعت و قانون الله، اگر کسی را شریک بسازی لیحبطن عمله. اینجا سعی کنین، یحبط فعل مضارع هست یعنی نابود میشه و در زبان عربی وقتی که لام توکید در اولش میاد یعنی حتما نابود میشه و وقتی که دو نون در آخر میره نونهای توکید ثقیله میگن، یعنی 3 بار تاکید شده که حتما حتما حتما
تمام اعمال حسنه تو توسط شرک چی میشن؟ نابود میشن. و ما و شما در هفته گذشته شرک در ذات خوانیم، شرک در چی را خوانیم؟ در شرک در ذات خوانیم، باز شرک در افعال و در صفات هم خواندیم و امروز شرک در عبادات هم میخوانیم. شرک در عبادات چی هست؟ که مثلا ما و شما گفتیم که 6 قسم عبادت است. اینمی قسم که 6 قسم توحید در عبادت است، اینمی قسم 6 قسم شرک در عبادت است. شرک در عبادات فکری، شرک در عبادات قلبی، شرک در عبادات زبانی، شرک در عبادات بدنی، شرک در عبادات مالی و شرک در عبادات تشریعی و تقنینی و قانونی. این 6 قسم شرک است که انسان مسلمان ایره بفهمه و هر کدام از این ایمان انسان چی میکنن؟ نقص میکنن. خب اولش میایم شرک در عبادات فکری را میخوانیم. شرک در عبادات فکری بعضی کسا هستن از نگاه فکری به الله سبحانه و تعالی مخلوقات شریک میکنن، یعنی به یک فکر و یک اندیشه که سبب شریک کردن مخلوق با الله میشه، به این اندیشه این متاثر است و به این اندیشه باور داره. مثلا بعضی کسا در عباداتشان فکر میکنن که ما میتونیم با الله مخلوق شریک بسازیم، به این معنا که اون مخلوق ما را به الله نزدیک بسازه. اصل این شرک به نام شرک در تقرب بود که بین الله و بین مخلوق واسطه قرار میدادن. مثلا بت پرستا پیش بت ها میرفتن و در حبشه قبر پرستا پیش قبرها میرفتن. چی میکردن؟ وقت از این بت پرست یا قبر پرست پرسان میشد که تو الله را میشناسی؟ میگه بله میشناسم. خیلی پیش از این بت چرا میری؟ میگه این بت که از مرا به الله نزدیک میسازه. این شرک در تقرب میگه و الله متعال این بیان کرد که این شرک است، این دلیل غلط است. در سوره زمر آیت 3 الله سبحانه و تعالی میگه الا او مردم آگاه باشید، لله دین الخالص، دین خالص مخصوص الله است، مخصوص الله است. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، میگه اما کسایی که بغیر از الله دیگه دوستا گرفتن. این دوستا رو تو فکر میکردن که برای ما بسیار نزدیک است و دوست ما هست و مشکل ما را، هر مشکلی که داشته باشیم پیش از اینا میریم، یا نازدانه هستن بازیا، همین مشکل ما را با الله چی میکردن؟ بیان میکردن. مثل سکرتر وارم که مشکل مثلا پیش سکرتر میری، رئیس دفتر میری، بازو عریضه تو را میگیره، باز با پیش پادشاه میبره. اینا عین مشکل الله را تشبیه کردن با پادشاه و پیش سکرترها میرفتن. الله متعال رد کرد، گفت والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که بغیر از الله دوستان گرفتن. دلیلشان چی بود؟ دلیل بت پرست چی است؟ دلیل قبر پرست چی هست؟ اینا میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینا میگن ما پیش از اینا وقتی که میریم، سعی که در آیات قرآن میگه ما نعبدهم، میگفتن ما اینا را عبادت نمیکنیم الا مگر لیقربونا الی الله، اینا خب ما را به الله نزدیک میسازه. زلفا یعنی قریب نمودن، یعنی میگفت ما اصلا الله را عبادت میکنیم. ولا این از ابو جهل ابو لهب قرآن میگه که وقتی که از پیش ابو جهل و ابو لهب و مشرکین پرسان میشد که من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلق کرد؟ میگه الله. تو کی خلق کرده؟ میگه الله. مخلوقات کی خلق کرده؟ الله. عبادت برای کی میکنی؟ به الله. خیلی برای بت ها چرا میری؟ میگه پیش از بت ها بعض عبادت ها را میکنیم تا که اینا باز ما را به الله قریب بسازه. برای بت یعنی مثل که برای رئیس دفتر یک رشوت میدی، العیاذ بالله. برای رئیس دفتر یک گوسفند میبری که باز عریضه به وزیر سر به پادشاه برسان. یا چی میکردن؟ گوسفند و بز و گپا را میبردن پیش از بت‌ها ذبح میکردن و برای اینا میگفتن که مشکلات ما رو چه. یا دست دعا را میکرد که تو نازدانه خدا هستی و تو پیش الله روی دار هستی و من روی سیاه هستم، الله گپ مرا قبول. الله متعال گفت که نه، غلط است. این دلیلی که اینا میگن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این غلط است. اذا سألك عبادی عنی، رسول الله صلی چی میگه؟ الله متعال به رسول الله صلی چی میگه؟ وقتی که بنده های ما در مورد ما پرسان کرد، فانی قریب، ما به بنده خود نزدیک هستم، با علم خود، ما خبیر هستم،
علیم هستم، علیم به ذات صدور هستم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، بر بنده خود از شارک گردن کرده هم نزدیک هستم. اما نزدیکی که مثل یک مخلوق با دیگر نزدیک است به این معنا نه، به این معنا که با علم خود، با قدرت خود، با خبری خود ما به بنده خود نزدیک هستم، تمام بنده را کنترل میکنم و از هر چیزشان که در قلبش چی میگذارن از این ما با خبر هستم. از این خاطر لقمان حکیم برای بچه خود چی میگفت؟ یا بنی پسرک من، انها ان تک مثقال حبه من خردل، اگر یک دانه که خردل مثل دانه اسفند است، اگر امیر 1000 تقسیم کنی، 1000 تقسیم کنی یک دانه اسفند، و اینمی قسمته که خورد از این که بر مانند یک مخلوق یک حجروی هم باشه که توسط میکروسکوپ دیده میشه، این برش میگه که اینمی مقداره که خورده، یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره، و امید یک سنگ بسیار بزرگ باشه، او فی السماء، یا در آسمان ها باشه، او فی الارض، یا در زمین باشه. یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله، الله را حاضر میکنه، با خبر است از اونم. ان الله لطیف خبیر. لطیف چی را میگن؟ یعنی الله سبحانه و تعالی یک صفتش است که بسیار باریک بین است، یعنی چیزی را که ذره نمیتونه ببینه، تلسکوپ او را تواناییش نداشته باشه، الله متعال تمام از عالم است، با خبر، لطیف است، کل از میبینه و خبیر است و با خبر است از آن چیزی که حتی در قلب انسان بگذره او را میبینه. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چه میگن؟ میگه یک وقت یک خانم آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، این خانم بیبی خوله نام داشت. بیبی خوله آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، از شوهر خود شکایت میکرد. شوهر ما بسیار قارو کرد، سر ما قار کرده و گفته که تو مثل مادرم وارثی و چطور است. میگه این شکایت میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم صبر کو که وحی بیاد. میگه بسیاری گپ های از اینا را که چی میگفت، میگه من در او کنج اتاق بودم، یکی بر رسول الله صلی الله علیه و مناقشه میکرد، میگه من نمیشنیدم، لکن خالق متعال اینمی سخنای از اینا را از فوق عرش شنید و آیت قرآن نازل کرد که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الی الله، یقینا که الله شنید قول سخنان اینمی خانم است. کنید چقدر پیش الله خانم ها ارزش داره، سخنش الله میشنوه و مطابق سوال از او برش جواب و حکم نازل میکنه. این ارزش خانم ها و خواهرها هست در دین اسلام و در قرآن عظیم الشان. خلاصه ای که اینجا بحث ما شما سر چی بود که بعضی کسا از نگاه اندیشه به این فکر هستن که اگر ما تقرب بکنیم، الله متعال میگه که این غلط است، بین خود و بین الله واسطه قرار نده. نصف شب 12 بجه شب وقتی که از بخیزین، وضو بگیرین، نماز بخوانین، سجده بکنین، وقتی که تو سجده کردی به الله نزدیک هستی. واسجد واقترب، وقتی که به الله سجده کردی به الله نزدیک شدی، الله سخنانت میشنوه، دعایت را میشنوه. این حال الله متعال از مشرکین چه قسم بیان میکنه؟ میگه مشرکین چی عادت داشتن که ما این بت‌های قبرها را عبادت میکنیم، به قصد چی؟ اینا ما را به الله نزدیک میسازن. خب چی نیاز است به اینا که شما را به الله نزدیک بسازن؟ آدم وقتی که از کسی، مثلا ما پیش پادشاه به خاطر عزی پیش سکرترش یا رئیس دفترش میریم که اون دروازهش بسته هست، صدای ما را نمیشنوه، گپ ما را نمیشنوه و یا ما را اجازه نمیتن. اما الله متعال هر لحظه که ما و شما میگیم یا الله، یا رحمان، یا رحیم، الله متعال گپ ما را میشنوه و صدای ما را میشنوه و پاسخ میده و دعای ما را قبول میکنه. از این خاطر اینا میگه دلیلشان همین بود که ما این کارا میکنیم به خاطر تقرب. الله متعال میگه ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، الله در موردشان حکم میکنن درباره آن چیزی که اینا اختلاف میکردن. باز الله برشان فیصله میکنن که آیا هم یقین شما درست است، شما خب بسیار محکم بگیرید، شما بسیار بت پرستی و قبر پرستی بکنین و شما کسی که باز این عقیده توحید بگیره به هر نام که دلتان شد یاد بکنین، لکن الله متعال یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، الله در بینشان فیصله میکنه که کی موحد است،
کی حق میگه، کی عقیده قرآن بیان میکنه، کی عقیده توحید بیان میکنه و کی شرک میکنه. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. این دو صفت برشان داد. الله هدایت نمیکنه هر دروغگوی کفران کننده را، بیدینه، کافره، هدایتش نمیکنه، چون برش حق میگه، حق چی میکنه؟ رد میکنه. متاسفانه این عقیده شرکی در بین قریشی ها موجود بود، ولی امروز بسیاری از مسلمان ها هم به این متاثر هستند. بسیاری کسا به قبرها و درگاه ها و در اینجا میرن. شما سعی کنید، به هزارا جای هست، بله زیارت در اسلام هست، لکن زیارت شرکی هست، زیارت توحیدی هست، زیارت شرکی هست و زیارت بدعتی هست. زیارت توحیدی است که بفهمی که این مخلوق است و میری در قبرستان و میگه سلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و المسلمین، سلام میدی و میگی شما قبل از ما رفتین، ما بعد از شما میایم، الله شما را مغفرت کنه، ما را مغفرت بکنه. این زیارت توحیدی است. زیارت شرکی چی هست؟ که صفات الله را به این مخلوق میدی. از مخلوق میگی، برش دست و دعا بلند میکنی که برای من بچه بده، برای من دختر بده، مرا شفا بده، دندانم درد میکنه، جور میکنم، این سنگتا میخورم، این خاکتا میخورم، این خورده هستی، باز مرا شفا میده. این زیارت شرکی هست. اینه مشرکین میکردن. و زیارت چی هست؟ بدعتی چی هست؟ کارهایی را میکنن که رسول الله صلی الله علیه و نکرده و صحابه نکرده. علی الوا پخته کو، علی سر قبر ببری، فلانی چیزا رو ببر، علی تار بسته کو، علی توغ بسته کو، علی تکر بسته بکو، علی ایره بکو ایره بکو. اینی بدعتی هست. این حال عظمی خاطر رسول الله صلی الله علیه و وقتی اول که مبعوث شد منع کرد صحابه را، گفت دیگه کس نرده قبرستان، نرین، هیچ زیارت بند. کنت نهیتکم عن زیارت القبور. وقتی که صحابه خوب عقیده توحید فهمیدن، باز گفتن آل شما میتونن زیارت بکنین، به خاطر از اینکه عقیده تان جور است، شما را مرگ به یادتان میاره. پس رفتن در قبرستان و در اینجا خوب است، به قصد چی؟ که مرگ به یاد ما میاره. اما ای که در قبرستان رقص بکنن، در قبرستان عطن بکنن، در قبرستان قالی نوار بکنن، در قبر مثلا شمع چالان بکنن، این کلش اینی بدعت ها هست. و اگر باز از صاحب قبر بچه بخواه و دختر بخواه و دست دعا برزو بلند کنه که مرا عذر به الله ببر، تقرب بگو، باز اینجا متاسفانه باز این مثل مشرکین وارد میشه. پس بعضی کسا در این قسمت هم چی بودن؟ از نگاه فکری این یک فکر اندیشه هم متاثر هستن و تا امروز هم بعضی کسای هستن متاسفانه که میگی پروا نداره و این خوب است و ما میریم و سرسختانه از این دفاع میکنن. این مرض فکری هست. دیگه از مرضای فکری چی است؟ که بعضی کسا با اساس تأثیر به عقل پرستا وقتی که فلسفه و منطقی گپا را میخوان، باز بسیاری و اوقات عقل خود به امرای وحی برابر میکنن، ولی اینی حدیث به عقل ما برابر نیست، اینی آیت به عقل ما برابر نیست، بنابراین این آیت ما قبول نمیکنم، حدیث قبول نمیکنم، عقل خود شریک میسازه به امرای الله متعال. این مشکل فکری هست. آیا حکمت کل چیز میفهمیم؟ یعنی حکمت کل گپا را میفهمی؟ هر حکم الله که است، مثلا حکمت نماز میفهمی؟ چند تا حکمتش میفهمی؟ آیا حکمت روزه را میفهمی؟ یک چهار تاش دکترای طب میگه که مثلا از نگاه طب است، یک چهار تاش، اما در روزه به هزارها حکمت است. ما تو میفهمیم؟ حکمت بسیاری چیزا را ما، حتی بعضی مخلوقات پیدا شده، همین که مثلا پشه چرا پیدا شده، حکمتش میفهمی؟ مگس چرا پیدا شده، حکمتش میفهمی؟ این چیز مادی تو حکمتش نمیفهمی. پس عقلت و یا علمت ایره با الله شریک نساز. بعضی کسا متاسفانه با این فلسفه علمگرا و مادر پرست و ماتریالیسم متاثر شده، نماز میخونه، روزه میگیره، لکن در بسیاری مسائل نه، برای ما دلیل عقلی بگو برادر. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. الله متعال میگه برای مرد مسلمان و برای خانم مسلمان شایسته نیست که وقتی الله و رسولش فیصله کردن، بر تو آیت قرآن رسید و حدیث رسید، بازار اینجا بگه والا اختیار ما این قسم است، نظر ما این راسته. نه دوست عزیز، توحید را تقاضا میکنه که آمنا و سلمنا. صحابه چرا الله از پیش از اینا الله راضی شد؟ گفت لقد رضی الله عن المؤمنین. چرا صحابه چی بود؟ وقتی که آیت قرآن میامد و حدیث گفته میشد،
فورا میگفتم که آمنا و سلمنا. در بین از او فلسفه نمیگفتم. اینی مشکلات چی هست؟ مشکلات فکری هست. بعضی ها از نگاه قانونی کلمه میخوانند، لکن متأثر از به اندیشه های سیکولاریستی و قومپرستی و دموکراسی و ایگپا باز میگنیم مسائل قانونی را باز ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زکات دیگه را قبول. خب ما مثلا در مسائل اقتصادی باز اقتصاد کپیتالیستی را قبول داریم، اقتصاد سوسیالیستی را قبول داریم. یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض. نیم کتاب قبول داره، نیم دیگه کتاب آیات که در اقتصاد است او را قبول ندارم. آیات سیاست قبول ندارم. باز مرا مردم میگه که تو والا اسلام سیاسی را مثلا غربی های اصطلاح را جور کردن، ما والا نمیتونم کی را قبول بکنم. والا ما در حکومت اسلام تطبیق کرده نمیتونم به خاطر از اینکه احزاب دیگه هستن، ما باید به امرای از اونها یک قسم باشم. والا ما به خاطر از اینکه در قانون اساسی ما این است که وقتی یک کس رئیس جمهور یک مملکت شد ایبره پیش قبر اونم اتاتورک رکوع بکنم و سر خود خم بکنم، ما هم میرم پیش از این سر خود خم میکنم. این شرک است، شریک ساختن مخلوق است. در چی؟ در حکم الله. الله میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله یک کسی گفت ای رسول الله صلی الله علیه و آله من یک دوست من ملاقات میکنم، او رو بسیار دوست دارم، میخوایم برش انحنا بکنم، کما که سر خود منحنی بسازم، یعنی کما که سرک خود خم بکنم. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت نه خیر، لا، حرام است، ناروا است، سرت به کس بغیر از خالق حتی با پیغمبر سرت خم نکن. اینا لی میره پیش بت چی بازدیگرها رو ببینی از این دفاع میکنن که چقدری دیندار است، چقدری مسلمان است، چقدر آدم خوب است، و شما که مخالف از این گپ میزنید شما افراطی هستید، شما مچون تکفیری هستید. برادر عزیز، این از نگاه فکری مشکل داره، به خاطر ازی که انسان وقتی که قانون غیر الله را با قانون الله مثلا شریک میسازه و این قانون هم اجازه هست، اینجا سبب کفر ازی میشن. و متاسفانه بعضی کسا به پارلمان ها و از اینا معتقد هستن که اگر پارلمان گفت این کار خوب است. یعنی مثلا اگر پارلمان گفت نماز اجازه هست، باز ما نماز میخوایم. یعنی پارلمان فیصله کرده. قبل از پارلمان الله فیصله کرده بود. تو چرا منتظر از این هستی که پارلمان فیصله بکنه؟ و بسیاری کسا از نگاه فکری اینی متأثر هستن به اینی کارها.